یعنی در زندگی دی طور یک کار انجام ندی که خلاف فرمان الله باشه، بلکه در هر موقعی که رسیدی الله را یاد بیار و مطابق فرمان الله کار انجام بده. روح ذکر نمیست، حقیقت ذکر نمیسته. اما این تقسیم میشه، یکی ذکر به لسان است، یکی ذکر به قلب است، یکی ذکر به اعضا است. ذکر به لسان ثنا گفتن، یادآوری امون نعمت الله تبارک و تعالی است. ذکر به قلب ایرا میگه که الله تبارک و تعالی را فراموش نکنی، نسبت نعمت به الله بکنی. او ذکر به اعضا ایرا میگه که سرینمی نعمتی که الله برات داده شکرگزاری بکنی، عمل بکنی. ایرا ذکر چیسته؟ به عمل میگه. عالی در ذکرها که سه قسم شد، قلبی، لسانی و عملی. بزرگترین ذکر و نموسته که هر سه دیش باشه، هم در عمل الله دادید باشه، هم در زبان سبحان الله و الحمدلله میگی، و هم بگوی چیسته در قلب تفکر بکنی. در حقیقتی طور است که ذکر زبانی چیسته ذریعه میشه بلای تعامل در قلب، که تو در قلب تعامل بکنی. بعد از تعامل در قلب تو را وادار به این میسازه که سرش عمل بکنی و روان شوی. اینی را به نام ذکر یاد میکنه. بزرگترین عبادت در قرآن کریم که خیلی زیاد ذکر شده ذکر است. او این طور عبادتی است که شرط و شرایط زیاد هم کار نداره که الا طرف قبله شاورتی تپٹ کو استاد با فلان کیفیت بخوان. نه نه نه، در هر حالت به هر قسم که تو میخوادی الله تبارک و تعالی این را اجازه کرده، یعنی ذکر عام کرده. خود چون که عبادت است، کیفیت عبادت باید چی شود؟ کیفیت عبادت باید از طرف پیغمبر برای ما تشریح شود. از همون خاطر ما مخالفت با اذکار نداریم که پیرا ذکر میکنه. مردمی که در حلقات شریک میشه اکثر میگه که مولوی ما خود ذکر میکنیم دیگه، این خو بد نیست، ما ذکر بد نمیگیم. اما با کدام کیفیت ذکر شود، با کدام سیستم ذکر شود. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه در یک مسجد داخل شد، دید که اونجا ریگار مانده، یکی دیگه خدا میگه که اینی قدر بخوانی لا اله الا الله را، اینی قدر. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرما مر از این مسجد بکش از مسجد بدعتیا. چرا؟ یاد دین پیغمبر بدعت ایجاد کردن. الله تبارک و تعالی از تو حساب میگیره که چند دفعه گفتی. ما دو قسم اذکار داریم، یکی اذکار است مقید، یکی اذکار مطلق. اذکار مقید تعداد و مقدارش معلوم است، مثل تسبیحات واره متصل نماز فرض خوانده میشه، تعداد و مقدارش هم معلوم است. 33 دفعه سبحان الله، 33 دفعه الحمدلله، 34 دفعه الله اکبر داخل یا 33 دفعه یا داخل لا اله الا الله وحده لا شریک له را اضافه میکنی. خو یکی اذکار مطلق داریم، او قید مید نداره، وقت نداره. از همون خاطر اذکاری که ما میکنیم به نقشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه و ذکر واقعی باشه. در زبانی که کدام کلمات ما انجام میدیم او کلمات سنجیده شده باشه، منافات با اسلام نداشته باشه. بسیار ذکرایی طور میشه که در اونجا کلمای چی میشه؟ نعوذ بالله ناروا گفته میشه، استمداد از او طلب میشه و او را نعوذ بالله طوری معرفی میکنه که کل سرگردانی ها اگر به این زیارت بیایی، به این چی بیایی، بس باز دیگه از بین میره. اینی قسم اذکار ما که مخالفت میکنیم که طریقش از پیغمبر ثابت نیست، مردم فریب میده، اصلا ذکرام نیست. شما یه حلقات ببینی همونطور به اصطلاح ناطخوانی میشه، ناطخوانی هم نمیشه. چرا؟ ناطق صفت پیغمبر میگه که بیان شود، یا صفت پیری خدا در پشتو، در فارسی و در اردو گفته رایسته و کلای خود از جانای خود شور میده و این حلقه ذکر معرفی میکنه. و اینجا این حلقه ذکر شده نمیتونه به خاطری که چیست از طریق پیغمبر علیه السلام به این سیستم و کیفیت ذکر نقل نشده. از همون خاطر یک تعداد برادرای ما از اون خاطر زیاد که بیاد ترجمه بشینه میگه سایکو برادر ذکر بد میگه. ما مطلق ذکر بد نمیگیم، و ذکری که موافق کتاب الله و ذکری که پیغمبر بیان کرده با مو سیستمی که پیغمبر نقشه داده امو قسم انجام داده شود. این قرآن خودش کتاب ذکر است، بزرگترین ذکر کتاب قرآن است. ما دعوت به قرآن میدیم، گاهی مخالفت از این نمی کنیم. اما اذکاری که به طرز و طریقه مردم و ملا صاحب و پیر صاحب جور شده که در حدیث پیغمبر برش کیفیت و طریقه نداریم، اینی را ما رد بکنیم و او ذکر گفتم نمیشه. ذکر کلمات قرآن کریم است، ذکر و نمونه که در حدیث صحیح پیغمبر ثابت شده باشه، در غیر از او ذکر شده نمیتونه. ای را میگه فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، شکرگزاری مرا بکنه، ولا تکفرون، نا شکری و نا سپاسی نعمتای مرا نکنه. واشکروا لی،
شکری مرا بکشه. کدام نعمت که برایتان داده شده مثل پیغمبر واره شکرگزاری مرا بکنه. شکرگزاری از الله چیست؟ الله تبارک و تعالی چیست که در اینجا میگه؟ یعنی امون نعمتی که الله داده او را صحیح استفاده کردن، استعمال کردن. زبان الله داده، دست داده، پای داده، گوشه داده، چشم داده. الله تبارک و تعالی داده، این را در جای درستش استفاده کردن. خب یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای کسایی که ایمان آورده طلب امداد بکنه به صبر کردن و صلات به نماز خواندن. ان الله مع الصابرین، یقینا امداد الله امرای کسایی است که صبر کننده است. الله امرای صابرین است، امور رقم که لایق شان الله تبارک و تعالی است. در اینجا الله بعد از او بر ما میگه که طلب امداد بکنه به صبر و به نماز. انسان چقدر نیاز داره زمانی که انسان در مشکل واقع میشه، راه ها سرش بند میشه، حالی دیگه چاره ای نداره کدام طرف توجه بکنه. توجه از این کدام است؟ یگانه چیزی که انسان پشت پناهی میده، اعتماد اتکای انسان قوی میسازه، اون نماز است. چرا در نماز کدام راهی که سری تو مسدود شده بود باز میشه. میگی که حال اعتماد اتکایم به ذاتی است که سری همه چیز قدرت داره و همه کار کرده میتونه. در نماز امو یأس و ناامیدی که در انسان پیدا شده او را دور میسازه. در وجود تو که کدام عقیده و قوت است او را دیگه چی میکنه؟ قوی میسازه، تقویت میبخشه. از امو خاطر بود که پیغمبر علیه السلام هر نوع مشکل، هر نوع رنجی که برش پیدا میشد دستی که در رو به سوی چی می آورد؟ نماز می آورد. از امو خاطر نماز رابطه انسان با الله تبارک و تعالی برقرار می سازه. مرحله زندگی پیغمبر علیه السلام هم همینطور مرحله تیر شده که او چی میکرد؟ مرحله زندگی پیغمبر علیه السلام هم اینمی قسم بود که هرگاه مشکل سرش می آمد توجه طرف نماز میکرد. یک درس خوی شد. دوم درس صبر کردن، استقامت ورزیدن، تحمل مشقات و تکالیف کردن. اینی راز کامیابی یک انسان است. یک انسان وقتی در یک میدان کامیاب میشه که از صبر و استقامت کار بگیره. ترجمه قرآن کریم از صبح تا 9 بجه تا 8 بجه خوب چی بکو؟ بشنو و سری خود چی بکو؟ سختی را بیار. چرا؟ به خاطر که الله تبارک و تعالی تو را مورد امتحان قرار داده. او این امتحان انسان کامیاب وقتی میشه که از صبر کار گرفته شود. صبر یقینا در حقیقت پایه یا ستون برای کل عبادت هاست. هیچ عبادت الله بدون صبر در سر نمیرسه. خود صبر هر کس میتونه یا نمیتونه. الله برای ترغیب این امر میگه ان الله مع الصابرین. امداد الله امرای کسایی است که وا از صبر کار میگیره. 3 قسم صبر است. یکی صبر علی الطاعات، نماز که میخوانی آلی در شیطان یک درو چخ کده رویسته که زود بخوان، رکوع را زود بکن. از امو خاطر اکثری مردم هم میبینی که وضو را کرده میباشه خود نماز آنقدر زود میخونه که پرسان نکن. منظور شیطان است که از اینمی عمل و از اینمی محنتت هیچ نوع اجر تو نبری، هیچ نوع امتیاز تو نگیری، وسوسه در دلت میکنه. نه، صبر علی الطاعت اینمی را میگه که طاعت الله را بسیار به اطمینان و آرامش انجام میدی. در سری روزه صبر کردن صبر علی الطاعت است. چرا؟ طاعت الله را در نظر گرفته با وصف گشنگی و تشنگی تو مرتکب خوردن نوشیدن نمیشی. و یکی صبر عن المعصیت است. از گناه خود نگاه کن. موقع و مقام گناه برات میسر است تو صبر بکن. صحیح است که موبایل ها عکسای خیلی زیاد داره، تو خود نگاه کن. از اینترنت خود تو خود نگاه کن. از کاری غلط تو خود نگاه کن. ایره چی میگه؟ صبر عن المعصیت. یکی صبر بالای مصیبت است. سر انسان شک نیست که در دنیا مصائب گوناگون میاد، گاهی فقر میاد، گاهی مریض میشه، گاهی مشکل دیگری پیش میشه، مثل که پشت سر در آیت میاد. خو انسان رای خود گم نمیکنه، بلکه اون میگه که الله تبارک و تعالی است. خب ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل، شما نگوی برای کسی که کشته میشه فی سبیل الله در راه الله تبارک و تعالی اموات، چی نگوی؟ که یا مرده است. هم اموات که یا مرده، بل احیاء بلکه یا زنده است، با زنده برزخی ولکن لا تشعرون، لیکن شما شعور نداری با زندگی از و نمیفهمی که وا چه قسم زندگی داره. چرا؟ این زندگی در عالم دنیا نیست، در عالم برزخ است. الله تبارک و تعالی مؤمنان را دعوت به سوی صبر و نماز داد. مرحله اول است. زمانی است که پیغمبر در جهاد نمیره. اولین مرحله است، آلی مسلمانان نمیتونه مقابله بکنه.
الله همی یک لحظه را همونطور آرام نگذاشته، بلکه الله تبارک و تعالی همونطور حالت هم باید پر بسازه انسان به یکی آماده برای مقابله و رویارویی با دشمن شود. اینجا مقابله با نفس میکنی، جهاد با نفس میکنی در نماز و کنترل میکنی خدا. خو نمی قسم یک مقابله دیگر هم با ابلیس میکنی. چرا؟ به خاطر که اونجا تو را نمیگذاره در جهاد عملی، او تو باید قدم پیش بمانی جهاد عملی را انجام بده. از قرآن معلوم میشه که انسان باید اول تمرین جهاد نفس بکنه. تا وقتی که انسان تمرین نشده باشه در جهاد با نفس که توسط نماز و صبر مقابله میشه، در جهاد عملی که مسئله سنگر است در اونجا آدم کامیاب شدن نمیتونه. از او خاطر صبر و صلات یک تمرین و مقدمه برای آمادگی جهاد عملی است. در جهاد عملی انسان زیاد که مورد تعرض قرار میگیره گپ و گداز مردم است. یک تعداد مردم وقتی که کسی شهید میشه باز میگه سیکو این آدم بیچارگک گپی ما را قبول نداره رفت خود کشت او در بدر شد. آلی الله تبارک و تعالی فلسفه را بیان میکنه که مردکه کسی که در راه الله کشته میشه او را اینطور یک مرده عادی نگویی، اصلا او در زندگی جاودان رفته، تو اصلا نفهمیده این حقیقت کشف نکرده. چرا؟ به خاطر که برای کامیابی یک دعوت دین ضرورت به چی است؟ به یک سلسله قربانی ها است. تا که ما با خون خود امی دعوت آبیاری نکنیم ای میوه گرفته نمیتونه. پیغمبر علیه السلام همینطور بود. در او زمان این آیت های قرآن کریم سخت چی میکرد؟ فایده میرساند. خیلی زیاد مهم بود. چرا؟ فضایی کی بوده؟ فضای منافقین بود. منافقین همیشه میگفتن سعی کنی این مسلمان ها تعدادش چقدر کم است، با یک قدرت بزرگ جنگ میکنه و چی معامله میکنه و خود در قتل میده. سعی کو این زندگیش در بدر شد. باز نعوذ بالله میگفتن چقدر اولادکای خورد داشت وی در مقصد از وان نرسید. او خب وقتی میوه بود بیچاره میوه باقی خدا نخورد. چرا؟ نظر این منافقین تنها دنیا بود. الله تبارک و تعالی جواب میده که ای مردم شما اصلا خبر نداره، حقیقت نمیفهمی. اگر حقیقت بدانی حقیقت زندگی را این مردم درک کرده. چرا؟ دنیا زوال پذیر است. هر قدر نعمتای بزرگی که هم داری آخرش فنا میشه، اما او مردم در زندگی جاودانی رفته. خب چرا میرن؟ رفتن ضرورت است، به خاطر که پیروزی یا کامیابی یک دعوت حق بدون فداکاری نمیشه. مردمای فداکار کار داره که از او تعبیر به شهدا میشه. خب این شهدا را شما قدر و قیمت و منزلتش بدانید که در عالم برزخ یک امتیاز خاصی داره. در عالم برزخ بسیار مهم چی داره؟ زندگی داره، قدر و قیمتی داره، مثل سایر مرده ها نیست. آلی ما شما ابن قیم رحمت الله علیه نوشته میکنه 3 مرحله برای زندگی انسان است. مؤمن هست. هر بنده انسان 3 زندگی داره. یکی زندگی دنیا که اینجا روح تابع جسد است، یعنی جسد که چیزی میکنه روح تابعش است، همه مادیات و گپا در خدمت جسد است. دوم عالم برزخ است، اونجا جسد تابع روح است. درد و غم یا خوشی و نعمت روح میبینه، جسد تابعش است. سوم چی است؟ دار دیگه است که دار آخرت گفته میشه. در اونجا هم روح مستقل و هم بدن مستقل، هم زندگی مستقل است که قطعا مرگ و فنا سرشان نمیآید. از او خاطر اونجا الله تبارک و تعالی انتظام عمومی هم برای روح است و هم برای بدن است. پس اینجا که امی شهدا را الله تبارک و تعالی میگه که زنده است، مراد از زندگی چیست؟ دنیوی نیست، از عالم برزخ است. چرا؟ در دنیا خودی قرآن میگه ولا تقول لمن یقتل کشته میشه، زیر خاک میشه آنه، جنازش خوانده میشه آنه، غسل داده میشه آنه، زنش نکاح میشه آنه، مالش میراث ترکه میشه آنه میشه، کلی گپا میشه. پس معلوم شد که حیات دنیا نیست. از همون خاطر است کسی که به حیات شهید در دنیا قائل باشه قطعا این گپش غلط است، نادرست است. چرا که صراحتا اول آیت این امی گپ میزنه. قرآن میگه بله حیات بر عظیم اثر است، لیکن حیات برزخی است. البته حیات برزخی به کافر و مسلمان می اثر است. خب فرق است در بین حیات پیغمبران و در بین حیات
بگو حیات دیگرا، حیات پیغمبرا و شهدا یک قسم حیات است و حیات کسان دیگه قسم است، عادی است. در حدیث میآید شهدا ارواحایش در حوصله های یک قسم مرغای سبز است که و پرواز میکنه، در حوصله های ازوا می باشه. اونو مرغا پرواز در قندیلای عرش داره، از او خاطر ارواح شهدا در اونجا سیر و سفر میکنه، چکر میزنه. البته اینطور نیست که مثل دنیا واره که روح ما و شما در حوصله چی بگوی جاغور یک پرنده باشه چقدر قید باشیم. نه، الله تبارک و تعالی اونجا مناسب حالت برش پیدا کرده. از او خاطر شهید از نعمتهای جنت استفاده در مو عالم برزخ میکنه، خود مقام بالا میکنه. یعنی معیار زندگی از او بالا از زندگی عادی کیست؟ مومناست. مومنام زنده است، لیکن مومنا خودش ارواحش پرنده جور میشه و هم پرواز میکنه. اما زندگی شهدا از اون معیار کده بالاست. باز از شهدا کده انبیاء علیهم السلام زندگیشان خیلی قوی است. این موضوع را به خاطر میگم که اکثر مردم ها در اینجا یک کمی تفصیل به خاطر بکار است که بسیار در اشتباه میروند. یکی خو شیطان چی میکنه؟ شیطان یک کار دیگه میکنه. گاهی اوقات میاد کسی نو شهید شده باشه، باز دم اقاربی از او خصوصا شوهری زن چی شده باشه، شیطان به مو شکل و قیافه خود جور میکنه. بعضی سر اسب دار، کالای سفید در جانش میباشه، شمشیر در دستش. مردم ها فکر میکنه خودی از او میآید. حتی بعضی مردم نعوذ بالله زنای ادعا میکرد که شوهرم قطمه خوابم میکنه. این گپ غلط است، کل شیطان است. اینمی جن است با مو شکل خود میسازه به خاطری که عقیده تو را خراب بسازه، عقیده تو چی نباشه، صحیح ثابت نشوه، تو در اون مورد عقیده غلط داشته باشی. این گپا در بین مردم خیلی شایع است. یکیش میگه که من در میشنگ اویلی خود فلانی را دیدم، یقین بکن دیدم. او شیطان آمده به او شکل خود جور کرده به خاطری که تو فکر بکنی کی آمده رو ایسته. توسط ازی بسیار مردم اغوا میکنه. گاهی در سر قبر از او آتش بالا میکنه به خاطری که تو او در اینجا مچراغ دیدم. این طور است. این گپا را میکنه این شیطان به خاطر گمراه کردن مردم. یکی کرامت است. کرامت خو ما گفتیم عملی است که الله انجام میده برای عزت بندی خود، که بندی ما معزز شوه. عزت بنده مثلا امام بخاری رحمت الله علیه تعالی قبرش عطر بوی میده، الحمدلله الله قبرش معطر کرده. چرا؟ خدمت حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده. از دو خاطری را کرامت میگیم. پس کرامت که الله به کسی ثابت میکنه این معنی از را نداره که آلی کلی حاجتای مردم هم پوره کرده میتونه، این دیگه مشکل حل میتونه. نه، الله عزت در یک وقت داده، برای از او عزت داده. این معنی را نداره که مشکل کشا و حاجت رواست. مردم فریب میخوره در این گپا. از او خاطر یک گپا که در یک جای میبینه میگه من دیدم که اینطور است، سنگ دیدم که حرکت کرد، نفر لول داد، اینی طور گپ شد. یک نفر در او سوراخ داخل شده میتونه و دیگهش داخل شدن نمیتونه. این گپا را معیار برای حاجت روایی میدانن، حالا که حاجت روایی نیست، نادرست است. جنیات شیاطین جن این کارا را میکنه، مردم اغوا میکنه و عقیدهش خراب میکنه. ما عقیده داریم ارواح پس آمده نمیتونه. کسی که به شکل مرده و اقارب خود کسی را میبینه او شیطان جن نیست، او شکل خود جور کرده عقیده تو را خراب میکنه. باز غلط عقیده خود دیگه ایست که مردم میگه هر شب جمعه ارواح ها میآید در دروازه استاد میشه که آیا نان میکشه یا نمیکشه، نفل میخونه یا نمیخونه. حالا که پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم این کار به خاطری گپ میزنه، این شایع میکنه در بین مردم که به ضد دستور پیغمبر مردم عمل کنه. در هفته کلی روزا تیر میشه نفل نمیخونه. عوام ما امروز همون طور است. خود شب جمعه چی میکنن؟ نفل 6 رکعت نفل بعد از شام میخونه. پیغمبر میگه که شب جمعه را برای قیام خاص نکنه، یا یک بگوی دیگه نفل نمیخونه اینجا میخونه. در ضد پیغمبری عمل میکنه. یکی پیغمبر میگه روز جمعه را به روزه خاص نکنه، این مردم دیگر روزا را روزه نمیگیره. سنت پیغمبر دوشنبه و پنجشنبه نمیگیره، این روز جمعه میگیره. خب صدقات الله عام امر کرده، در هر موقع ضرورت باید صدقه آدم بکنه. اگه شنبه است، اگه یک شنبه است، یک زن برات آمد گریان و سوران کرد، دیدی حالت ظاهریش هم خراب است، میگه اطفال دارم، یتیم دارم، تو به نام الله برش بده. نگو که حالی جمعه و پنجشنبه نیست من داده نمیتونم، او در جمعه و پنجشنبه
کس نمیه بازرایی میکنی در یک غنی. نه این کار نکن. چرا؟ به خاطر که در دین ما این گپا نیست، در آمده نمیتونه. یک عقیده دیگه را که مردم داره در مورد عرفه است. آخری روزای شبای رمضان مبارکه که شب 29 است، او را شب چی میگن؟ مردا. او شب 30 شب نامی چی یاد میکنه؟ شب زنده. در شب مردا باز الواها را پخته میکردن، در مسجد ها روان میکنه، در امسا ها روان میکنه، حالی مردم اینی کار میکنه، به نام شب مردا عرفه میکنه. عرفه خود عرفات است. او در رمضان هم نیست، او عین در ذوالحجه، در شب 9 ذوالحجه می باشه. اوی در اینجا نمی باشه. اونجا در عربستان حجاج در عرفات استاد میشه. خب مردم اینجا همینطور 2 روز مقرر کرده، یکی شب زنده یکی شب مردا. این شریعت جور کردن از خود میگه، نمیره بدعت میگه که در دین وجود نداره، اصل نداره و توی را موجب ثواب و خیلی قابل قدر میدانی. این گپ درست نیست. ولا تقولوا، نگوی شما لمن یقتل، به کسی که کشته میشه و فی سبیل الله، در راه الله. آلی کشته شدن در راه الله کدام است؟ ما در اصطلاح عام ما به نام شهید یاد میشه. ما 2 قسم شهید داریم، یادتان باشه. یکی شهید سنگر است، او کسی که عملا در مقابل دشمن سینه خود سپر کرده، خونی خود میریزانه، اونور شهید واقعی گفته میشه، شهید سنگر گفته میشه. احکام دنیا هم سری از او جاری میشه، حتی جنازهش هم خوانده نمیشه، حتی در کالایش هم دفن میشه. این احکام است که متعلق از اوست. یکی شهید عام داریم، موتر میزنه، در آتش میفته، غرق میشه، از مرضی سرطان میموره، از مرضی شکم دردی میموره، با ولادت یک زن میموره، یا چیستا. اینی قسم بسیار تقریبا 50 موارد در احادیث همینطور آمده که پیغمبر علیه السلام اینطور مردم هم شهید گفته. اما احکام دنیا متعلق از اون نیست، و ششته میشه و جنازش خوانده میشه و مثل شهید سنگر واری نیست و هم شهداست. آل شهید سنگر تاسف در اینجاست که حالی اگر کسی در مقابل برای خدمت دین میموره، اگر نه که به خاطر ضد دین میموره، موره شهید میگه، بس دیگه بیرق قد سرش بالا کرده میباشه. خب قرآن کریم مشخص میسازه شهید کسی است فی سبیل الله که در راه الله کشته شده باشه. راه الله کدام است؟ خودی پیغمبر معرفی میکنه، الی تکون کلمت الله هی العلیا. او جنگ میکنه، مبارزه میکنه که کلمه الله بالا دست باشه، نظام الله حاکم شوه، قانون الله برقرار شوه. اینی را مردم میگه شهید حق. هر کس که توسط مرمی و چیزی کشته میشه، سینمام که بم انفجار میکنه کلگیر شهید میگه، در سینما وفات کرده. نه الله را عقیده داره، نه عقیده را میفهمه، در اونجا به او هم شهید گفته رایسته. الله رحم بکنه. قرآن میگه او را شهید گفتن نیست، بس کشته شده. میگه شما نگوی فی سبیل الله، کسایی که در راه الله کشته شده امواتن کیا مردی عادی است. مرده خو چرا اولی آیت میگه که مرده و مردای عادی نیست، بلکه یا زنده است به یک زندگی که شما احساس نمیتونه. الله میگه ولکن لا تشعرون، شما شعور نداری به زندگی. چرا؟ او در عالم برزخ تعلق داره، نه در عالم دنیا. اگر در عالم دنیا تعلق می داشت شما شعور می داشته، احساس می داشته، لیکن او به عالم دنیا تعلق نداره. به عالم از او خاطر شما احساسش نمیتونه از او زندگی. اما الله بر ازوا مقام و منزلت داده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.